خیر گرامی حاج قربان علی احمدی لطفاً تشویق کنید. آقا جلال تشریف بیارید. و نمایندگی از خیر گرامی آقای مقداد حیدری، بازمامد حیدری. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بزرگ مهربان. سلام عرض مجدد دارم خدمت همگی شما دوستان عزیز و بیننده های محترم. امیدوارم که در هر کجایی که هستین اینجا رو صحتمند باشین. از خداوند بزرگ برای یک شما آرزوی صحت و سلامتی دارم. دوستان عزیز، امروز شنبه تاریخ 16 هفت سال 1404 که برابر است با 18 اکتبر 2025 در خدمتشم قرار داریم از چمن سبز نوین لومان. دوستان عزیز و بیننده های محترم، امروز مراسم اختتامیه دومین دور لیگ اتحاد والیبال لومان در خدمتشم قرار داریم. امیدوارم که چینل از ما رو سابسکرایب کنین و حمایت کنین و لایک کامنت بدین تا آخر ویدیو با ما باشید. و همچنین گام های ارزشمند در راستای تقویت روحیه همکاری و توسعه لومان برداشته ایم و از تمام کسانی که در این مسیر همراه ما بودند قدردانی می نماییم. از جمله اهداف اصلی این رویداد می توان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از پروژه های انکشافی لومان، نظیر بند همبستگی سنگجوی لومان، شفاخانه از زهرای لومان، تشویق کنید، بند رویا و امید چمقول لومان، بند اتحاد پایجلگه لومان، تشویق ها کمرنگه، میدان سبز نوین لومان، دروازه ورودی جاغوری مقیم در لومان. این پروژه ها به عنوان ستون های محکم برای آینده روشن‌تر و پایدارتر در لومان هستند. همچنین یکی از اهداف برگزاری این تورنمنت نهادینه سازی ورزش والیبال بین جوانان لومان است. با برگزاری چنین رویدادهایی می‌خواهیم والیبال را به عنوان یک ورزش ماندگار در بین نسل جوان معرفی کرده و شوق و انگیزه جدید در دلهای آنها ایجاد کنیم. تقدیر و تشکر ویژه داریم از خیرین بزرگوار که در بخش مالی این رویداد با کمک‌های ارزنده خود نقش حیاتی در پیشبرد این لیگ ایفا نمودند. حاجی صاحب قربان علی احمدی، تشویق کنید. برادر گرامی ما مقداد حیدری، برادر عزیز ما احمد علی رحیمی و برادر ارجمند ما امین میرزایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه العظیم: انه بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، ورزشکاران، ورزش دوستان، متنفذین، بزرگان لومان و مهمانان عزیزی که از جای جای لومان در اینجا تشریف آوردند تا امروز شاهد برگزاری فاینال این دور دوم
لیگ باشیم و از همه عزیزان که در برگزاری این دوره از لیگ همکاری نمودن، همکاری مالی کردن و در خدمت ورزشکاران عزیز بودند، صمیمانه همکاری نمودن. جا دارد که صمیمانه از این عزیزان تقدیر و تشکر نمایم و جا دارد که به نمایندگی از آمریت المپیک ولسوالی جاغوری من حیث معاونت ورزشی ولسوالی جاغوری صمیمانه تبریک بگوییم. مقام اول را به جوانان و ستارگان احمد لومان که الحق و الانصاف خوش درخشیدند و شایستگی هایشان را در این دوره از لیگ نشان دادند و همچنین مقام دوم را به جوانان عزیز، جوانانی که از منطقه سنگجوی لومان، جوانان همبستگی سنگجوی لومان که مقام دوم را از آن خود کردند، صمیمانه تبریک میگیم. و همچنین به همه عزیزانی که شرکت فرمودند در این دوره از لیگ لومان، از جای جای لومان شرکت کردند در این لیگ و شایستگی های خود را به نمایش گذاشتند. از همه عزیزان، از همه تیم ها، سرپرستان و عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. اونایی که مقام نوردن انشالله در سالهای آینده تلاششان را مضاعف خواهد کرد تا شایستگی هایشان را بیشتر نشان میدهد. چنانچه میدانید ورزش لومان تازه شروع و اولی کار است. پروژه های عامل منفعی که در لومان الان افتخار همه جاغوری هاست، بند همبستگی سنگجوی لومان افتخار برای همه دنیا بلکه برای همه افغانستان و در جاغوری که همه جاغوری ها او را از خودشان میداند. این یک افتخار و یک دستاورد کمی نیست. ما امیدواریم که امور رقمی که شفاخانه از زهرا در مقابلتان قرار دارد واقعا یک ساختمانی که افتخار است برای همه جاغوری ها و دست عزیزان زحمتکش درد نکند که پروژه های به این بزرگی را راه اندازی میکند تا مردم لومان در آسایش باشد. و همچنین بند پایجولگاه لومان، بند رویا و امید تمکن، مجتمع ورزشی لومان و دروازه‌ای که در ساحه لومان خودتان قرار است که ساخته شود، اینها دستاورد کمی نیست. ولی الحق و الانصاف عزیزانتان از خارج، خیرینتان از جای جای دنیا آمدن پروژه های را اینجا راه اندازی کردن تا مردمتان در آینده در آسایش باشد. میمانه از همه عزیزانی که صحبت های بنده را تحمل کردند تقدیر و تشکر و سپاسگزاری می نمایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. معاونیت ورزشی ولسوالی جاغوری آقای حبیب الله احمدی، سپاسمندیم از صحبت‌های ارزشمند و تشویق‌های شما. به نیابت از مدیریت ورزشی ولسوالی جاغوری محترم عبدالرحیم صمیم، آقای احمدی تشریف بیارین. آقای صمیم تشریف ندارن به افتخارشان. انجینر صاحب فریدین محمدی تشریف بیارین و لوح سپاس مسئول ورزشی زون غجور محمد زمان رحیمی را تقدیم آقای احمدی کنید به نیابت از ایشان. تشویق کنید. تیم والیبال اتحاد همبستگی سنگجوی لومان که نایب قهرمان تورنمنت شدند تشریف بیارین و مدال‌های خود را نمایید از دست بزرگان قدیم. تبریک باشه.
آفرین آقای احمدی. عالی. عالی آقای ادری. خیلی ادب داشت. تبریک باشه. تبریک باشه. آفرین. تبریک باشه. تبریک باشه. از بزرگوارانی که همکاری کردن خواهشمندیم از تیم قهرمان دعوت می‌شود که تشریف بیارید. دوستان در قسمت عکاسا توجه داشته باشید، بسیار عکس‌های خوب بگیرید. تبریک باشه. تبریک باشه. آره خان بریم. خان تازه کو تیم باید جان احمدی از تیم همبستگی سنگجوی لومان تشریف بیارین. افتخار آقای احمدی تشویق کنید دوستان. تشکر سلامت باشید. در رئیس وزیر بیا طرفتان. تشکر ماشاءالله موفق مایت باشید. آقای شاینی حدودو نفری بعدی باشه جواد خیر باشید. نه اکان آقای سالاری شما جلو باید پایین جلو کنید. یک دو سه مطار مشتبه دیگه میرم تشویق Alay da پیشون رو بنا